الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. سورة النحل آیت 36. دوستای عزیز، ما شما در ارتباط با توحید و توحید در عبادت، توحید در اطاعت از نظام الله که عقیده بسیار مهم بود خواندیم. یک آیت بیان کردیم که وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. باز در ارتباط طاغوت صحبت کردیم، آنچه که الله متعال در قرآن بیان کردگی است. طاغوت در لغت تعریف کردیم و در اصطلاح یک تعریف جامع است. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. سورة النحل آیت 36. دوستای عزیز، ما شما در ارتباط با توحید و توحید در عبادت، توحید در اطاعت از نظام الله که عقیده بسیار مهم بود خواندیم. یک آیت بیان کردیم که وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. باز در ارتباط طاغوت صحبت کردیم، آنچه که الله متعال در قرآن بیان کردگی است. طاغوت در لغت تعریف کردیم و در اصطلاح یک تعریف جامع است. علامه حافظ ابن قیم گفتیم و طواغیت رئیسای طاغوتای دنیا 5 قسم طاغوت است. یک نوشی بود که با قانون غیر الله حکم بکند، او را توضیح دادیم که در کدام صورت از ایمان بیرون میشه. امروز در کتاب چون که او گپا مهم بود ما او را بیان کردیم. خود کتاب مانده بود، بعضی کسا دوستا داریم کتاب گوش میکنن. یکم تعریفات زیاد دیگه هم از برای طاغوت است، این را بیان میکنیم. قول الله متعال که میگه ولقد بعثنا، یقینا ما ران کردیم در هر امت و قوم و انسانها، قبایل و شهرها رسولا پیامبر را، یعنی در هر طایفه الله می پیامبر آمده. گپ کل انبیا می بوده که مردم به این چیز خواستن که اینا عقیدهشان به این جور شد که نعبد الله، عبادت و همه انواع اقسام عبادت ما شما گفتیم 15 قسمت، همهش خالص بکنین به خاطر الله. عبادت ها را مختص بکنین به الله، فقط الله را عبادت کنین، فقط از قانون و نظام الله اطاعت کنین که در قرآن حدیث بیان شده. اجتنبوا الطاغوت، و از طاغوت اجتناب کنین. هر نوع طاغوتی که است، طاغوت چی در صورت بت ظاهر می شود، در چهره بت ها. امیال هندوستان رو ببینید 2000 میلیونش انسان داره، 2 میلیارد میگن. یعنی اینا زیادتر اینا همین 2 میلیارد هندو اکثریتش بت ها را عبادت میکنن. با چهرهای مجسمه‌شان بعضی چهره انسان داره، بعضی چهره گاو داره، بعضی چهره فیل داره، بعضی چهره پیرا و اینا رهبرایشان داره. مختلف چیزها را عبادت میکنن. رهبرا و علما و پیرایشان از اونا را زنده هستن، اونا را تا عبادت میکنن، اطاعت میکنن، از اونا مدد میخوان. طاغوت ها چه چهره قبر میگیرد، در یک آدمی هست نیک است یا نیست، در قبر است او را عبادت میکنن. طاغوت هایی است که به صورت یک عالم ظاهر می شود، یک خدا پیر میگه، خدا رهنما میگه، چیزی او را عبادت میگه، چیزی رهنما میگه. مردم هم به قانون و نظام خود دعوت میتن. الله گفت طاغوت اجتناب کنید. طاغوتی ها، حال طاغوت چی است؟ میگه طاغوت مشتق من طغیان، گرفته شده از طغیان. این کلمه است، یعنی اصلش طاغوت و مبالغه است، یعنی کثیر طغیان، کسی که بسیار
از حدش دیر شدن. طغیان چی رو میگه؟ و مجاوزت الحد، میگه این دیر شدن از حد است طاغوت، یعنی از اون حد شرعی که الله برای هر کس تعیین کرده بر ما شما از حدش دیر میشه. مثلا ما شما کنیم مخلوق الله هستیم، بنده الله هستیم، باید عبادت الله را بکنیم، غیر از الله دیگه کسی را عبادت نکنیم، غیر از قانون الله دیگه قانون را قبول نکنیم و خود بنده بگوییم، خود محتاج بگوییم. نگوییم حق برای خود نتیم که ما حق نداریم که قانون بسازیم در زندگی انسان ها، امر و نهی بکنیم، مکلفیت تعیین کنیم. ولی کسی اگه می قانون میسازه، ای از حد خود چی کرد؟ تجاوز کرد. مردم به عبادت خود دعوت میده، مردم به اطاعت از خود دعوت میده، عبادت الله رو نمیکنه، ای از حد خود چی کرده؟ تجاوز کرد. دمیال رهبرای کفار دنیا رو ببینین، از حدشان تجاوز کردن، الله رو عبادت نمیکنن، قانون خودشان میسازن. قال عمر بن الخطاب رضی الله عنه در ارتباط مصداق طاغوت میگه طاغوت کی است چی است؟ میگه عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب شما میفهمید که صحابی رسول الله صلی الله علیه وسلم. صحابی کسی را میگه که پیامبر دیدگی، صحابه و ایمان آورده و با ایمان دنیا رفته و تابعداری پیامبر کرده. جلیل القدر است عمر، فرزند خطاب، پدرش از عدوی قریشی، قبیله عدوی از قریش بود. خلیفه دوم مسلمان ها، رئیس دولت مسلمان ها و رئیس حکومت مسلمان ها تعیین شد بعد از ابوبکر صدیق، بعد از وفات پیامبر صلی الله علیه وسلم. بیش از 10 سال حکومت کرد، رئیس دولت مسلمان ها بود، خلیفه بود، امیر مسلمان ها. الحمدلله بسیار غیرتی بود به دین اسلام و شد فی امر الله عمر، سخترین شان در تطبیق حکم الله عمر رضی الله عنه بود. عدالتش کافرم از عدالت عمری یاد میکنه، علمی عمر است. عدالت عمری میگن میخواهیم. دنیا را، مسلمان ها را اول قدرت ساخت و اسلام در اکثریت دنیا رسانید و چیش هم تطبیق کرد. دو امپراتور دنیا را شکست داد، رومی ها و فارسی ها. این شهید شد در بالاخره بعد از 10 سال حکومت در سال 23 هجری قمری، 23 هجری قمری شهید شده است. در نماز بود، در محراب نماز میداد. یکی از مجوسی ها، آتش پرستا از قوم از طرف فارس روان شده بود و پشت سرش در نماز بود، تیر سرش حمله کرد، بالاخره زخمی شد و به شهادت رسید. عمر بن الخطاب رضی الله عنه مفسر محدث هم است، فقیه مجتهد. طاغوت میگه شیطان، طاغوت شیطان است. این در قرآن که طاغوت را بیان کردگی است، چی را میگه؟ میگه شیطان هم میگه شیطان. واقعا این رو گفتیم که روس و طواغیت است، نه شیطان در اصل است دیگه. باز دیگه طاغوتا کرد از شیطان بیرون میشن. شیطان اولش است. اجتناب کنین از طاغوت، یعنی از عبادت شیطان، از اطاعت نظام شیطان. قال جابر رضی الله عنه میگه که الطواغیت کهان، طاغوت ها که است. جابر هم یکی از صحابیای جلیل القدر دیگه است، جابر بن عبدالله انصاری، از انصار از اهل مدینه بود. عمر مهاجر بود که انصاری بود. شهید در بیعت رضوان، یعنی در بیعتی که در تحت امو درخت شده بود سال 5 هجرت در جنگ حدیبیه، یا به سال صلح شد، در اونجا حاضر شده. الله از یاد میکنه کسایی که بیعت کردن در زیر درخت. الله میگه لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره. الله راضی شده از مؤمنینی که بیعت کردن در زیر درخت به امر تو. یه مثل جمله بود، بیعت با مرگ کرد که تا که زنده هستیم ما می جنگیم در برابر. در سال 78 هجری وفات کرده. 78 یعنی بعد از 50 سال بعد از عمر رضی الله عنه. این میگه طواغیت کهان کانت تنزل علیهم الشیاطین، کاهنایی است، یعنی غیب گوهایی است که غیب گپ میزنن زاینده که بودن نازل میشه پایین میشه به یه شیاطین میامد بعضی گپا رو برشان میامد. این فالبین حالا که
این هر دو روایت رواه ما ابن ابی حاتم محدث سی روایت ها را نقل کرده. ابن ابی حاتم کی است؟ امام حافظ ابو محمد عبدالرحمن نامش عبدالرحمن، حافظ و امام لقبش است، ابو محمد اسم کنیش است. ابن حافظ الکبیر، فرزند حافظ کبیر ابی حاتم، پدرش هم حافظ. حاتم رازی صاحب تصانیف، این صاحب تصنیف های زیاد کتاب های تعلیف کرده، منها تفسیر، بعدش تفسیر یک کتاب تفسیر دیگه، و جرح و تعدیل. جرح و تعدیل یعنی راوی‌ها را کدامش حدیثش قبول میشه کدامش نمیشه، و العلل علت های احادیث را بیان میکنه، احادیثی که دو علت میاباز بعد سوال میشه و غیرها. مات سنه 327 هجری قمری، یعنی در عالم آخری قرن 3 و اوایل قرن 4 بود. گردی را این نقل میکنه جابر و عمر، میگه خب جابر گفت که کاهن هستن، غیب گویا، غیب دانا، غیب خونه میفهمن، دعوا میکنن، ادعا میکنن که ما غیب میفهمیم. مثلا کسی رو میگه تو میشه داینده اینطور گفا میشه، میفال بینا که اصال به صورت فال بین میاد. یک کسی میشینه پیشش فال مرا ببینه میگه تو مثلا میگه که من حتی عراف نو کاهنن، کسی پیش عراف بیا یا کاهن بیا فصدقو بما یقول، تصدیق کنه ای با آن چیزی که میگه از آینده ای قبول کنه، فقط کفره بما نزل علی محمد، بدون شک با آن کتابی که با محمد نازل شده. زیرایی در قرآن الله میگه قل لا یعلم الغیب من فی السماوات والارض، قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله. بگو تمام کسایی که در آسمان و زمین از غیب بدون الله نمیفهمه، غیبی که با وسایل معلوم نشه، به چشم دیده نشه، حواس رو نبینه و تو از آینده گم بزنی، یعنی می غیب است. این میگه یعنی وقتی با طاغوت تا اجتناب کنید. طاغوت یعنی پیش کاهنا نروین، پیش فالبینا و اینا، اونا را غیبدان فکر نکنین. یعنی از این فهمیده میشه کسی پیش کاهن میره او را میگه غیب میفهمه، چی میشه؟ مشرک میشه یا طاغوت اجتناب نکرده. وقال مالک، امام مالک امام الحجه، مالک ابن حسن امام دار الحجره، امام سرزمین حجرت مدینه منوره که رسول الله صلی الله علیه و آمد نه در مدینه، این امام دار الحجرت است. توفی سنه 170، در سال 179 هجری وفات کرده است. 179 امام ابو حنیفه رحمه الله در سال 150 179 عالم بود، مفسر بود، محدث بود، به اندازه فهمش به اسلام خدمت کرده است. میگه طاغوت کل معبود من دون الله، طاغوت هر آن چیزی که عبادت شود به غیر از الله. سعی کنین امام مالک میگه کل یؤخذ و یرد، هر کس گپش گرفته میشه و رد میشه الا صاحب هذا القبر، مگر صاحب قبر پیامبر، یعنی گپش رد نمیشه. یعنی میگفت که ما بشر هستیم، اشتباه میکنیم، مجتهد بود، مثلا مجتهد اشتباه میکنه، اما اگر اشتباه کنیم شما تابعداری اشتباه ما رو نکنیم. بعد جاهلا هست میایه را رد میگه امام مالکی تو کردی گردن خدا خلاص کرده، میگه که اشتباه ما رو تابعداری نکنیم. تمام ائمه گفتن، تمامشان گفتن که ما خطا اشتباه میکنیم، این تابعداری شما نکنیم. پیامبر نبودن. طاغوت هر کسی که عبادت شاد به غیر از الله، این طاغوت میگه. البته شرطش نیست که راضی باشه یا چوب باشه. ما شما گفتیم یا از روز طواغیت است، یک کسی عبادت شاد چوب باشه یا کسی از مردم به عبادت خود دعوت میده، این طاغوت است. میبینیش بسیار انسان هاست رهبراس عبادتشان میشه، پیرا هست، علما هست، عبادت مردم سجده میکنه، رکوع میکنه، او را جدروا مشکل کشا میدانن، حتی حلال کننده و حرام کننده اشیا میدانن و او راضی است، خوشحال است. چیزی که عبادتش میشه به غیر از الله، یا بت‌ها است مثلا، یا قبرها است مثلا. خب پس باش داریم با طاغوت یعنی اجتناب کنیم از طاغوت. چی معنی؟ از معبودای خدایی که به غیر از الله است. به غیر از الله هر کسی که است نذاتش عبادت های خاص بکن، نه اطاعت بکن، نه عبادت بکن نه اطاعت. خوب متوجه باشین دوستان، وقتی که عبادت میگه معنای خاص هم در ذهنتان بیاد که نماز، روزه، زکات، عبادت. یکی معنای همش که اطاعت از قانون دستوره، هر دوش باید در ذهنتان بیاد. عبادت تن و نماز فکر نکنیم، تن و روزه، تن و ذکر، تن و قرآن خواندن.
اطاعت از قانون و نظام، این هم در عبادت داخل. قال عماد بن كثير الطاغوت الشيطان وما زين من عبادته غير الله. عماد بن كثير خب ایم تعریف کرده گیش. ابن کثیر خب ما باید تعریف کردیم که چی بود، صفتش بیان کردیم، مختصر شرحش گفتیم. عماد بن کثیر میگه که الطاغوت الشیطان و ما زینه من عبادت غیر الله. طاغوت شیطان است، این رئیس طواغیت بود، نه خواندیم ما شد. و ما زینه هر چیزی که این زیبا میکنه از عبادت غیر الله، این چیزایی را که به مردم زیبا نشان میده از عبادت غیر الله، مثلا بود باشه، انسان باشه، رهبر باشه، کل زیاد طاغوت شیطان و کسایی را که شیطان معبود جور کرده و مطاع جور کرده کیست. یا یک تعریف خوب است، تمام چیز شامل میشه. پس باشتن به طاغوت اجتناب کنید از عبادت شیطان و کسایی را که شیطان معبود جور کرده، تابعدار جور کرده. قلت این صاحب کتاب شما فتح المجید یعنی عبدالرحمن بن حسن میگه و ذلك المذکور بعض افرادی، چیزایی که می ذکر شده نیده ای تعریف ها، این بعض افراد طاغوت است. یعنی طاغوت خود افراد زیاد است، فردش، این بعضش همی کسایی بود که تعریف شد. باز میگه یک تعریف جامعه را میگه، این قبلا هم بیان کردیم که وقد حدوا العلامه ابن القیم حدا جامعا فقال الطاغوت، میگه تعریف کرده ایست علامه ابن القیم طاغوت حد به معنی تعریف. علامه بسیار عالم، ابن قیم هم شرح زندگیش گفتیم. الطاغوت میگه طاغوت چه قسم تعریف کرده ایست؟ قد حد العلامه ابن القیم حدا جامعا، یک تعریف جامع کرده، جامعی که کل افراد طاغوت شامل میشه. ایتو با در تعریفات هم ایتو باشه. فقال میگه طاغوت کل ما تجاوز بالعبد حد من معبود و مطمئن و مطاع. طاغوت هر آن چیزی که تجاوز میکند به او بنده از حد شرعیش. او چیز از معبود، مثلا الله میگه یک معبود عبادت کنید، دیگه کسار عبادت میکنن. یا بنده انسان که از بنده باشد، نه مردم به عبادت خود دعوت نتایید میره و دیگه کسار دعوت میتنید به مرا عبادت کنید، قانون دستور مرا قبول کنید، ما دیگه قانون قبول ندارم، قانون آسمانی را، یا مذهب خود چی کرد؟ تجاوز کرد. او مطبوع یا تابعداری شده، مطبوع کتابیداریش مردم میکنن، مثلا رهبرا هستن یا پیرا هستن. و این البته طاغوت زمانی میشه که این میگه که مطلقا اسمایت هر چیزی که من میگم، هر چیزی که من میگم، یعنی اگر موافق قرآن هست نیست، مطابق حدیث هست نیست، این هم طاغوت میشه. او مطاعن یا فرمان بردار، کسی که اطاعتش میکنن، مثلا رئیس دولت است، وزیر است، قماندان است، قماندان نه اطاعتش میکنه، اطاعت میکنه که میگه فلانی تیار سید میگه اطاعت نه، اطاعتش میشه. اینی و او اطاعتش در گناه میشه، و سکوت است، و خوش میشه که در گناه مردم، اینی هم کس طاغوت میشه که خوش است که در گناه مردم مرا چی کنه؟ اطاعت بکنه. فطاغوت کل قوم من الیه غیر الله. مثلا شما بعد از جمهوری دنیا رو ببینین، میگه حجاب نکنین، نوسه کنین، آزاد بگردین، چادر نپوشین، و یک مولوی میخیزه میگه صاحب چیزی که شما گفتین در قرآن آمده. این او اطاعتش در گناه میشه، در کفر خوش است. او رئیس جمهور اونمو هم در طاغوت داخل. فطاغوت کل قوم، اینال طاغوت هر قوم که هست چه من کسایی یتحاکمون الی غیر الله و رسوله، که حکم و قانون به او میبرن بغیر از الله و رسولش. یتحاکمون یعنی فیصله به او برده میشه، قانون قضایا به او برده میشه، دعوا به او برده میشه که فیصله کده بین ما، حکم بکو، دستور بده، بازو دستور میده. طاغوت هر قوم چی است؟ من یتحاکمون الیه. او بعضی وقت او وزیر می باشه، او قاضی می باشه، بعضی وقت او رئیس جمهور و رئیس دولت می باشه، بعضی وقت او مفتی می باشه، بغیر الله و رسول قانون می برن و فیصله میکنن، پیر می باشه. زیاد است کسایی که مزاری سفیدا جرگه هاست، نه به جرگه می برن سایت بگو چی میگه، با او هم خلاف قانون الله فیصله میکنه. الله در افغانستان خب بیخی زیاده، امیری سفیدی و جرگه و این مشوره و اینا، یعنی خلاف قانون الله و رسول، بغیر از الله و رسول. الله می فین تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و رسول ان کنتم تؤمنون بالله والیوم. اگر در یک چیز اختلاف کردید
او را حکمش دستورش به طرف الله و رسول پیش کنه که الله چی گفته پیامبرش، یا میبرن به فلانی ببرن فلانه رئیس سفید چی میگه، فلانه قماندان چی میگه، فلانه ملک چی میگه، فلانه ارباب چی میگه و فلانه قاضی میفهمن که خلاف قانون الله حکم میکنه بیا پیش فلانه قانون میفهمن که بضد الله قانون جور شده ای میبرن در او قانون. این طاغوت شد. اینان الله می وجدن به طاغوت، از طاغوت اجتناب کنین، یعنی بری سفیده و جرگه ها و قاضی ها و محاکم قوانین حکومت های که خلاف حکم الله و رسول فیصله میکنن از او دور شوین، از او انکار کنین، اجتناب کنین، از او به او کافر شوین. حتی فمن یکفر به طاغوت، به او کافر شوین، الله می منکر شوین، از او نفرت داشته باشه، نه اینکه نبرین قلبا او را بد ببرین. کسی که غیر از الله و رسول الله است دستور میته، قانون میته، نفرت داشته باشه نفرت. خب طاغوت ارقام کسایی که فیصله را به او میبرن، نه مثل که ما شما در آیت خواندیم الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به. دیدین الله میگه نمیبینی، تعجب نمیکنی به طرف کسایی که ادعا میکنن یزعمون یا ایمان دارن به کتابی که به تو نازل شده قرآن، به دیگه کتاب آسمانی، باز یریدون کوشش میکنن که فیصله خدا را یتحاکم به کجا ببرن؟ یتحاکموا الی الطاغوت، به طرف طاغوت، و کسایی که طغیان کردن از قانون نظام الله را قبول ندارن به او میبرن، بیا به نظام الله فیصله نمیکنن به او میبرن فیصله خدا را. وقد امروا ان یکفروا به، در حالی که امر شدن که کافر شوند به طاغوت. فکر تا کافر به طاغوت نشی ایمان صحیح نمیشه. حتی ابن کثیر در این روایت میگه، آیت 60 سورة النساء، میگه هذا انکار من الله تعالی علی ما یدعی الایمان، الله رد میکنه، انکار میکنه کسایی که دعوای ایمان میکنن به ما انزل الله علی رسوله، با کتابی که به رسولش نازل شده و الانبیاء به انبیا نازل شده. دیگه انبیاء سابق میگن ما قرآن قبول داریم، تورات قبول داریم، انجیل. بعد از اون میگه میبره فیصله خدا به قانون غیر الله، به دستور غیر الله. باز میاد میکنه میگه این درباره یک منافقین است، یعنی ایمان نداشت، در ظاهر مومن بود قلبا کافر بود، درباره از نازل شده. باز میگه این آیت عام است، کلش میگه کسی که از کتاب الله و سنت پیامبر عدول کنه بغیر از قرآن، بغیر از حدیث پیامبر، از باطل، اینجا مراد طاغوت است، او طاغوت میشه. کسی که عدول میکنه، کسی فیصله میکنه، اینا چی میشن؟ طاغوت میشن. پس از قوانین غیر الله چی کنین؟ اگر که بین المللی باشه، این باشه، هر چی که میگه اعلامیه جهانی حقوق بشر، این طاغوت و خلاف قرآن است و قوانین بین الملل و بین الدولی کلش کفریات است، از این باید انکار بکن. او یعبدون من دون الله او یتبعون ولا غیر بصیرة من الله، یا عبادتش میکنن طاغوت ارقام چیز فیصله را با میبرن، یا عبادتش میکنن بغیر از الله، بغیر از الله عبادت میکنن. خیلی مثلا قبرها را عبادت میکنن، بتها را عبادت میکنن، بعضی پیرها را عبادت میکنن، حتی علمای خدا و نام پیر عالم سجدهش میکنن مردم، بعضی بخی میخواه را حاجت را و مشکل کشه خود میدانن، او را امر و نهی، آمر و نهی مقتدای مطلق خود میدانن، هر چیزی که بگویم بتون میکنن، من دون این عبادت میکنن، با خضوع میکنن، خشوع خدا نیاز دلیل میکنن. او یتبعونه علی غیر بصیرة من الله، یا این تابعداری از او را میکنن بغیر از بصیرت از جانب الله، بغیر از دلیل از جانب الله تابعداریش میکنن، یعنی دلیل نیست از الله و رسولش، میره تابعداریش میکنن. مثلا امی بعض متعصبین مذاهب هستن، اما مقلدی که میگه که اصل اطاعت از الله و رسول، مجتهدم مطابق حکم الله و رسول اجتهاد کرده، هر وقت که او فهمید که اجتهادش مخالف قرآن است یا حدیث است اعلاش کرد، این تقلید نیست که بد باشد، یعنی این به چی برسانه؟ به گناه یا به شرک. اونو تقلید به شرک میرسه، مثل تقلید مشرکین چی میگفتی؟ الله در قرآن یاد میکنه هر مومنی که مشابه شود در تقلید شرکی داخل میشه. تقلید چی را میگه؟ تابعداری بدون دلیل از یک کسی، دلیلش پرسان نمیکنه. و این خو
ولی زمانی که برات واضح شد که فتوای از نظر اجتهادش مخالف قرآن است، آیت صریح حدیث صریح، باید گپش رد کنی. الا نمیتی میگی نه میفهمه، خیر است که گفته اینی جواز دادن. و آدم تو چی جور کردی؟ او را تو معبود جور کردی، یعنی او را طاغوت جور کردی. مثلا الله متعال در سورة بقره می فرماید و اذا قیل لهم مشرکین نه اتبعوا ما انزل الله، وقتی که بر مشرکین گفته شد کافرها تابعداری کنین ما انزل الله، ما انزل الله آن قانونی که الله نازل کرده، قرآن است، سنت است. قالوا اینا میگن بل، چی معنی ما انزل الله را قبول نمیکنیم تابعداری، بلکه ما نتبع تابعداری میکنیم ما الفینا علیه آبانا، آن چیزی که پیدا کردیم به اون طریقه و عقیده پدرای ما، نیاکان ما چیزی گفته، بزرگای ما چیزی گفته، بزرگان ما میگه چیزی گفته. الله میگه اولو کان آباهم لا یعقلون شیئا ولا، اگر پدر از اینا لا یعقلون بودن، هیچ چیزی را نمیفهمیدن از دین، ولا یهتدون به هدایت نبودن، یا تابعداری میکنن. از چی فهمیدن میشه؟ کانوا یعقلون و یهتدون، کسایی که اونا عقل فهم دین هم داشته باشن، به هدایت باشن، هم بدون در گناه و بدون دلیل تابعداری گپایشان نمیشه. زمانی که دستورش مخالف اجتهادش یا فتوایش مخالف حکم الله و رسول باشه، این رهبرای شما خود لا یهتدون و لا یعقلون هستن. اینا رو چطور تابعداری میکنید؟ مثل که در افغانستان در جای ببینید یک جاهل بدبخت هم 6-7 مکتب هم نخوانده، عقیدهش هم شرکی، 2-3 میلیون نفر زنده باد مرده گفته پشت از او میدوه، تابعداریش میکنن بدون بصیرت از جانب الله، بدون دلیل. خب حتی زنده باد مرده باد میگوید. مثلا اینمی عالمی که یک عالم است، نه دیدم بخی تعجب کردم، به نام حنفی، اونجا او گپ میزنه که کسی در یک مسئله دینی را میگه برش بیان کنی و بگه دلیل از قرآن بیار، میگه مسلمان گپ دینه که برش بگه دلیل از قرآن بیار، بفهمی که چی است وابی سکن. دلیل قرآنی را میگه که وابی، یعنی 25% وابی شده. اگر میگه خود شیخ الحدیث هم میگیره، خب کلام عالم، باز میگه اگر گفت که در این مسئله صاحب حدیث پیش کو به ما، بفهمی که 50% وابی است. خب باز میگه اگر برش بگویی که اگر برات بگویی که حدیث صاحب گفتین سند ازیره بگویی حدیث صحیح است، نه در کدام کتاب است، باز میگه بفهمی که 75% چی است وابی است. و اگر میگه گفت که شرک یعنی این عمل شرک است و اینی مشرک میشه در این عقیده، بفهمی میگه که 100% چیست وهابی است. وهابی چی است؟ از یهود نصارا به تعریف خود از یاد بده است، میگه قتلش واجب است، کسی را میکشه میگه در جنت میره. اینا سعی کنی اینمی تو میگه کسی قرآن یعنی در دلیل پیش کنه حدیث نه، این کفر بواح است، کفر صریح است این گپا. خب ولی مردم اونموجا ناره تکبیر و زنده‌باد مرده‌باد و گپا یا موجا 6 تا لنگی سفیدا و ملا یک دانه میخیزه که بگه بیشی چطیات کفریات میگی ظالم تا شد که سلیدم دانش بزنن پایینش کنن. تو چی میگی؟ ما را کافر فکر کردی؟ ما قرآن ایمان داریم، آمنت بالله و ملائکتی و کتبی و رسولی، ما رسولا را قبول داریم، حدیث پیامبر صحیح ترین کتاب ما بعد قرآن صحیح بخاری است. تو چطوری کفریات میگی؟ در دیگه بیان خطو گفته بود که آره دیگه کسی صحیح بخاری را آورده نمیتونه در دلیل پیش کرده. یه وضع ایگه پا بگن انوز را صاحب دیر شد بیان دو کن، دیر خی بیان دو کن، بسیار این بیان خوب کردی و کفریات میگه این میگه بیان خوب کردی، یا با کفریاتش ناره تکبیر و چیزا میگه. این به این خاطر میگه تابعداریش میکنن لغیر بصیرت، به دلیل خلاف قرآن گپ زدی میخیزه تابعداریش میگه گمی کفرم بگه من قبولش دارم. اینی هم چی شد؟ و آدم که طاغوت شد. خب این کسایی که زنده باد گفت یا کافر به طاغوت یا مومن به طاغوت شدن، ایمان از یا مومن نشدن. دیگه مثالایش فکر کنیم، بسیار مثال ها. من یکم مثال میتونم که واضح شه. و یتونون فی ما لا یعلمون انه طاعت لله، یا فکر کنیم تابعداری اطاعت از او را میکنن در آن چیزی که نمیدانند که اطاعت از الله. فکر کنیم یعنی اطاعت فرمانبرداری یک کسی را میکنن در چیزایی که نمیدانند که اطاعت الله است.
فهمیدی؟ یعنی ایوازی باید اطاعت از گفای کسی در چیزی بکنی که اطاعت از الله باشه. در آن چیزی که اطاعت الله نیست از او اطاعت نکنی. یا جاهلانه یعنی اطاعت میکنن، نمیفهم که اطاعت الله میشه نمیشه، خلاص قبول دارن. صاحب هر چیزی که شما بگین ما اطاعت میکنیم، هر چیزی که شما بگین، اگر ما را بگین خدا در آتشم پرتو میپرتیم، ما بسیار شما را دوست داریم. این شرک است. خب زیرا مخلوق اطاعتش مقید است. پیامبر صلی الله علیه وسلم میگه که لا طاعت فی معصیة الخالق، اطاعت در صورتی که گناه به خالق باشد هیچ کس نمیشه. از امیرایتان اطاعت کنین کلانایتان. پیامبر صلی الله علیه و حدیث میگه ما لم یأمر بالمعصیه، تا وقتی که به گناه امر نکنه، به گناه امر کرد اطاعتش نکنی که کافر میشی. با در گناه او را هیچ کسی حق نداره حلال الله را حرام کنه، حرام الله را حلال کنه. ولی اگم تو میگه که مرا فلانی اینطور گفت، فلانا یک گناه را پدر جان میگو برو در بانک سودی کار سود بخو، خیره. اطاعت پدر و مادر میگه که بکن. نه، اطاعت از پدر مادر واجب است در کارهای خیر، در کارهایی که مطابق اسلام شد. وقتی مخالفت باشد از هیچ پدر و مادر خمسان بحث هیچ کس نمیکنی اطاعت. و این جاهداک علی ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطیعهما. الله میگه پدر و مادر کوشش کن که شریک کنی به من چیزی که با علم نداری، اطاعتش نکنی. در گناه از هیچ کس اطاعت نمیشه. یکی اینا اطاعت از یک کسی میکنی در یک گناه، اینی را بفهمید. میگی گناه است، مثلا میگه بیا میز شراب آماده شده استفاده کنیم، تو میگی خب گناه است. میگه خب گناه است، گناه میکنیم. گناه است، بله گناه است، گناه میدانم، توبه میکنیم. یا میگه یکم گپا میگه تو میری اینا که تو شراب میخوری، دیگه کافر نمیشوره، گناهگار میدانی. میگی که خواست قبول کنم ما این گناه است، میگی حق نداره که من اطاعت از این را بکنم. اما یکی است که میگه این حق دار است، اینی که گفت بیا اطاعت بکنی، شراب مشکل نداره. گفت مشکل نداره، اومد شراب خورد، این گفتم مشکل نداره، یه را طاغوت جور کرد. رو حرام الله را چی کرد؟ حلال جور کرد. و این آمد که تش یک جاش. پس آن چیزی که اطاعتش میکنند، آنچه که نمیدانند که اطاعت الله هست، مطلقا اطاعت میکنند. مطلقا چی معنی؟ خوب باشه، بد باشه، هر چی که مخالف قرآن باشه، حدیث باشه. اگر نه اطاعت علما خب میشه. اطاعت علما واجب است. مثلا اطاعت امیران واجب است. آیت قرآن است یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. ای مؤمنین خبر دار، در سورة نساء اطاعت کنین از الله، دستور و پیامبر، و اولی الامر منکم. اولی الامر یعنی کسایی که صاحب قدرت هست از شما، رئیس دولتتان است، امیرا هستند، از این اطاعت کنین. والی است، از این اطاعت کنین. خب اونجا نگفته و اطیعوا الله، یعنی مقید است. در صورتی که دستور از او، گفت از او، هدایت از او، خواست از او مطابق چی می باشه؟ حکم الله و رسولش می باشه. از علما هم بعد اولو الامر علما است، از علما اطاعت کنین گپایی که میزنن، خود در صورتی که گپش موافق چی باشه؟ قرآن سنت. اگر ما تا میگه آمی چی میفهمه که گپ از موافق قرآن سنت؟ دیگه علما خواهد یک عالم خلاف حکم الله و رسول گپ ده، دیگه علما میگن که خلاف است. هر وقت که فهمیدی که گپ از خلاف است و علمای حق بیان کردن، تحقیق بکن در چیزی که اختلافی شد، تحقیق کن. با دو صورت اطاعتش نکنی. مثلا یک کسی میگه که یک مثال بسیار کوچک براتون، در نماز مثلا دست بالا کردن، رفع یدین که میگنی، دست بالا کردن یک بار، دوم بار کردی عمل کثیر، نمازت فاسد میشه. میگه نکنی دوم بار، ساتیری میشه و این میشه. تو دیگه عالم میگن نه این حدیث هست، این پیامبر می کار کرده. اینال تو ببین کمی عالمی که گپا میزنه، عمل کثیر، نماز فاسد میکنه و غیره، این دلیل داره یا نداره؟ باید اینجا تحقیق بکنی. دیدی که گپ این مخالف حکم پیامبر دیگه پیش در دیوار. حتی امام ابو حنیفه رحمه الله شاگرد خود ابو یوسف میگه یا ابا یعقوب ما بشر هستیم، یک روز فتوا میدیم، دیگه روز رجوع میکنیم که دلیل برسه به ما. اگر گپ ما را دید مخالف قرآن سنت بود، در دیوار بزن.
اگر این مذهبی های ما و شما هم این کار بکنن، هیچ وقت یا در شرک در طاغوت واقعی نمیشن. اما متاسفانه که یا میگن هر چیزی که امام گفت صحیح است، هر چیزی که مولوی صاحب مسجد ما گفت، هر چیزی که مفتی صاحب ما گفت، اینال فاز میگه طاغوتای دنیا هست. طاغوتای دنیا یعنی می کسایی هستند که فیصله به برده میشه، قانون جور میکنه و کسایی که برای از الله عبادت میشه، کسایی تابعداریش بدون دلیل میشه، کسایی اطاعتش میشه مردم نمیفهمه که اطاعت الله نه. و اذا تعمل تا وقتی که می فکر بکنید به طاغوتای دنیا، طاغوتای دنیا و تعمل تا احوال الناس معها و مردم حالاتشان ببینید به امروی طاغوتای دنیا، همین طواغیتی که هست نه، مردم که ببینی راستی هم اگر مؤمن است غیر مکافر است ببینی رایت میبینی اکثرهم رزان عبادت الله تعالی الى عبادت طاغوت. اکثر از این انسان ها روی گردانیده از عبادت الله به عبادت طاغوت، از اطاعت نظام الله به اطاعت از طاغوت رفتگی است. همیال میگن 8 میلیارد انسان، تقریبا 200 میلیون کم یا 300 میلیون کم، 8 میلیارد انسان، 8000 میلیون، 6 میلیاردش خود از اون میگن ما کافر هستیم و خیلی از عبادت الله ایراز کرده، طاغوت عبادت میکنن. هر کدامش پارلمان ها دارن، رهبرا دارن، اونا را جور فعلا قانون جور کردن، کل کشورها رهبرایشان قانون جور کردن، اعضای پارلمانشان قانون جور کردگی است. و بعد دیگه شام که مسلمان ها را میبینیم و خودتور است، این 2 میلیارد چیزش که است بدون دلیل از یک کسی تابعداری میکنه، چیزش کسی را تابعداری میکنه نمیفهمه، اطاعت چیز قانون به قانون کفار فیصله خدا نمیبرن، نه چیزی بغیر از الله را عبادت میکنه. مسلمان ها را هم که ببینیم به صدها میلیونش دهی شرک در عبادت طاغوت متاسفانه تو واقع چیزی را ببینی یا حسن یا حسین یا علی میگن نه او را عبادت میکنن. از این جمله مثلا که میگن ما چیستیم نه، این مردم که ببینی خب باز بیخی و بیش از 100 میلیونی ها هستن که عوضی که یا الله بگوید یا کنابه و یا کنسایی میگه که یا الله فقط از تو مدد میخواد، باز ببینی یا فلان یا فلان خلی خدا تو در زیارت ها خون میکنن پیشانی خدا نه، یه امام فلانی هست، یه امام فلانی هست، یه امام فلانی هست، یا جات رواست، یه مشکل کشاست فلانی. همینطور میبینی هر کس رهبرای را جور کردن، به عبادت طاغوت میرن و ان طاعت رسول الله است، طاعت رسول الله صلی الله علیه و اعراض میکنن الی طاعت طاغوت، به طاعت کی میکنن؟ طاغوت. از طاغوت اطاعت میکنن که غیر از قانونش از رهبران انسان و متابعته و تا متابعداری هم از کی میکنن؟ از طاغوت میکنن. واقعا که آدم میبینه حیران میماند. پس در این آیت باشتنی با طاغوتی است از هر معبودی که بغیر از الله، هر کسی که تابعداریش میشه بناحق بدون دلیل از او اجتناب کنید. کسی که اطاعتش میشه در آن چیزی که شما نمیفهمید اطاعت الله از این دور شوید. کاش که مسلمان ها از این گپی که بفهمن. دیخین کنین دنیا کافر سر مسلمان ظلم کرده نمیتونه و هیچ کس نمیتونه که حکومت بکنه. اما متاسفانه که او میگم اینی طور بیاین گفت مرا بگیرین، زد قرآن زد حدیث پیامبر زد نظام الله گپ میزنه، این میره جان میتبه و میگه ای رهبر من خدا با من میکشم به خاطر ازی. الله نجات بده. چی شد؟ اما معنی الآیه فاخبر تعالی انه بعث فی کل طائفه من الناس رسولا بهذا. معنی آیه می الله خبر داد که الله فرستادگی در هر طایفه از انسان ها، در هر قوم پیامبر را به این کلمه که ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت، عبادت بندگی الله را کنین، از طاغوت اجتناب کنین. یا اعبدوا الله وحده و تنهایی الله را عبادت کنین، واترکوا عبادت ما سواه، عبادت ما سواه الله را و اطاعت از ما سواه چی کنین؟ ترک کنین، دور شوین از اون. کما قال فمن یکفر بالطاغوت، او را در درس بعدی بیان میکنیم. و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. دوستان الله ما شما از طاغوت نجات بده. قرن بسیار فساد، قرن بسیار قرن فتنه ها، قرن کفریات و شرکیات زیاد است. اصل چیره اسلام دور شده است. الله بر ما شما توفیق بده که علم یاد بگیریم، زحمت بکشیم دوستان، بشنویم جایی که درس عقیده خصوصا با دلیل گپ زده میشه دو وقت بتیم، بار این درس 3 بار بشنویم، 4 بار 5 بار. الله بر ما شما توفیق عمل نصیب کنه. صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. در آیت که الله متعال گفت که تمام انبیا را فقط به دو کلمه فرستادیم، یعنی عبد الله و اجتنبوا الطاغوت، در سوره بقره آیت 256 سعی کنید الله چی میفرماید در ارتباط طاغوت؟ فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سمیع علیم. فمن یکفر بالطاغوت، هر کسی که کافر شود به طاغوت. سعی کنید اول انسان باید مؤمن کافر شود، منکر شود بعض چیزا. از چیز؟ از معبودای غیر الله، خدای غیر از الله، کسایی که مردم به عبادت و اطاعت خود دعوت میتن، از اونا کافر شوی. قوانین غیر از قانون الله که مخالف قرآن سنت است، به او کافر شوی، در غیر از ایمان صحیح نمیشه. الله سعی کنید در اینجا میفرماید فمن یکفر بالطاغوت، هر کسی که کافر شود به طاغوت، یعنی منکر شود به طاغوت. طاغوت ما شما خواندیم، کسی عبادتش میشود بت است یا امی اجسام و اشکال است، یا انسان است عبادت از اون شدیش میکنن، یا اطاعت مطلق میکنن، یا رهبر است یا پیر است. به این چیزا شاید کافر شود و یؤمن بالله، ایمان بیارد به الله، وحدانیت تنهاییش و عبادت الله، که مستحق عبادت فقط الله است، دیگه کسی نیست. مستحق اطاعت فقط الله است. سعی کنید در این صورت که از طاغوت کافر شوی، این معنی لا اله است. یؤمن بالله الا الله است، الا الله. فقد استمسک، بدون شک چنگ زدگی انسان محکم گرفته، بالعروة، به حلقه آهنی الوثقی که بسیار محکم است. یعنی این با حلقه محکم آهنی اسلام چنگ زد، لن انفصام له، که هرگز جدا نمی شود از این، یعنی دیگه جدایی نیست. سعی کنین واقعا شمیتوره، یعنی انسان گمراه نمیشه، این کافر نمیشود. کسی که همه طواغیت دنیا را، طاغوت ها را، اگر قانون است، اگر انسان است، اگر رهبر است، اگر نظام است، اگر حکومت های طاغوتی است، او را انکار کنه، رد کنه، بیزاری خود اعلان کنه، نفرت داشته باشد و علیش مبارزه بکنه و ایمان بیارد به الله، الله را قبول کنه، وحدانیتش را، اطاعت الله را بکنه، عبادت الله را، اطاعت از قانون الله، با قانون الله محبت بکنه، از عواقب نافرمانی الله بترسد و به این کار خود ادامه بده. فقد استمسک، فکر بدون شک این چنگ زدگی است با یک حلقه محکم آهنی که جدا نمیشه، یعنی دیگه گمراه و بیدین نمیشه. این محکم گرفت اسلام. سعی کنید اگر کسی تنها ایمان میاره متاقی میگه این هم صحیح است، یا اسلام هم صحیح است، دموکراسی هم صحیح است، او قانون هم صحیح است، یا این آدم ایمانش وجود نداره. و اگر نفرت از قوانین کفری ندارد، این آدم سستی باشد ده، یعنی این ایمانش آسیب پذیر است، این ایمان از این آسیب پذیر می باشد. و می خاطر اول طواغیت دنیا را، طاغوت هایی که خدا اله جور کردن، خدا جور کردن، به هر چهره و صورت و شکل که است اونا را انکار کنی، اونا را رد بکنی. بعد سعی کنین کتابتان می و هذا معنی لا اله الا الله فإنها هي عروة الوثقى، هي العروة الوثقى. اینمی معنی لا اله، فمن یکفر بالطاغوت، لا اله، هیچ معبود بر حقی نیست که عبادت و اطاعتش شود الا الله، مگر فقط الله. هذا معنی لا اله یکفر بالطاغوت الا الله یؤمن بالله. اینی میگه معنی لا اله الا. ما شما که میم کلمه طیبه را بخوان میگه لا اله الا الله، چه معنی لا اله؟ نمیفهمم. یا کلمه شهادت که میگه اشهد ان لا اله الا الله، یا کلمه توحید که میگه نامه مختلف که ماندنی لا اله الا الله وحده لا شریک له، کلش همین نامه را مردم سرش مانده. کل اینا اینمیسته که از طاغوت ها و نظاماش امقه توضیحاتی که شد، اینی گپا را بفهمی و از اونا منکر شوی، انکار بکنی تا که معنی لا اله الا الله را بفهمی. خب لا اله الا الله کلمه عربی عربایی را میفهمیدن که ما اگر بگیم لا اله الا الله کل خدای ما و معبودا و رهبرای ما رد میشه و می خاطر او نمیگفتن لا اله الا الله. مسلمانای ما به زبان میگه که بگی لا اله الا الله چه معنا، هیچ بوی نمیبره که چه معنا. فإنها هي العروة الوثقى، اینمی کلمه
توحید است که میگه حلقه محکم آهنی اسلام است که هرگز انسان از این طور باد و شمال و شک و شبهاتی را از بین نمیبره. باز در سکنین در ارتباط ای آیت ابن کثیر میگه مقال عماد ابن کثیر فی هذا العماد ابن کثیر در ای آیت، چون ابن کثیر یک مفسرین بسیار معتبر و جید و تفسیرش با روایت زیاد است. میگه کلهم یدو الی عبادت الله، کلهم ای رسول، تماما انبیا میگه یدو دعوت میدادن مردم، دعوت طلب میکردن، تشویق میکردن الی عبادت الله، به عبادت از ذات الله و قانون نظامش، و ینهان عبادت ما سوا، و منع میکردن از عبادت ما سوا غیر از الله. تمام انبیا یعنی این کار کردن. اگر دوستان ما شما میخوایم که برای همه انبیا بریم، همه پیامبران و رسولان الله، همه مردم باید به عبادت الله و اطاعت از قانون نظام الله دعوت بدهیم و منع کنیم از عبادت غیر الله و از قانون نظام های غیر الله. ما و شما همه ما برای انبیا میریم. اینا انبیا علیهم در جنت میرن، در نعمتا الله ما و شما رو میبره. الله انبیا رو نصرت کرد در دنیا، ما و شما رو الله مدد میکنه. خب به شرطی که به منهج از اونا بریم. فلم یزل سبحانه یرسل الی الناس الرسل بذلك منذ حدث الشرك في بني آدم في قوم نوح الذين أرسل إليهم، وكان أول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض إلى أن ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي طبقت دعوته الإنس والجن في المشارق والمغارب. سيكون ابن كثير من فلم يزل سبحانه شبود الله متعال، الله که پاک از هزار نوعی بشری، یرسل الی الناس، یعنی همیشه بود الله که مردم میکرد، یرسل روان میکرد، میفرستاد الی الناس به طرف مردم، انسان ها، الرسول پیامبرا را، بذالک بینمی گپ کنین. به چی گپ؟ بینمی که کلمه توحید که لا اله الا الله، یعنی انکار کفر به طاغوت و ایمان به الله، یعنی عبادت و اطاعت از دستور و نظام الله و کتاب الله، ذات الله را عبادت کنی، قانونش اطاعت کنی، و عبادت غیر الله خودت هم دور شوی، مردم هم منع بکنی. این به این چیز انبیاء الله فرستادگی است. منذ حدث الشرک، می زمانی که پیدا شد شرک فی بنی آدم، در اولاد آدم. شرک یعنی عبادت غیر الله، طاغوت پرستی. کی شروع شد طاغوت پرستی؟ اطاعت از قوانین طاغوت در اولاد آدم. فی قوم نوح، در قوم نوح علیه السلام. پیش از همه موحدین بودن، در قوم نوح علیه السلام پیدا شد. قسمی که الله میگه که کان الناس امتا واحدا، مردم یک امت بودن، در یک دین، در یک آیین بودن، یک ذات عبادت و اطاعت میکردن. خب اختلاف کردن، یعنی بعضی کافر بعضی بیدین شد. فبعث الله النبیین، الله انبیا را روان کرد، پیامبران را روان کرد، به خاطر که اول عقیده مردم جور شد، باز اعمالشون جور شد، قانون نظام روان کرد الله برشان که قانون الله اطاعت بکنن، قانون الله را بپذیرن. شرک در قوم نوح الذين ارسل الیهم، او قومی میگه که فرستاده شد به اونا، الله نبی خدا فرستاد. و کان اول رسول، بود نوح علیه السلام اولین پیامبر، بعثه الله تعالی الی اهل الارض، الله اینو فرستاد روان کرد به اهل زمین، من حیث پیامبر. سعی کنین اولین پیامبر نوح علیه السلام، عمرشان بسیار، الله عمر زیاد داد، بیش از 1000 سال عمر داشت. الی ان و 900 سال مردم دعوت داد، مبارزه علیه شرک کرد، خسته نمیشد هیچ. ما شما حتی دعوت چی که خود ما قرآن گوش نمیکنیم، عقیده توحید گوش نمیکنیم، اصلاح مردم خوبان، افسوس مسلمانایی هستیم. الان ختمم، تا اینکه الله اینا را ختم کرد. یعنی ختم چی معنا؟ یعنی ختم ساخت انبیاء علیه السلام، آخر ساخت به محمد صلی الله علیه، آخرین انبیاء محمد صلی الله علیه. کسی بگه بعد از محمد دیگه پیامبر میاد، یم کافر از مؤمن نیست، یه از آیات قرآن انکار میکنه. یعنی آخرینشان کی شد؟ محمد صلی الله علیه وسلم. ختم نبوت نه، الذي رسول الله صلی الله علیه و باز به اهل مکه فرستاده شد، چقدر مبارزه کرد تا اینکه الحمدلله نظام الله رو جور کرد. الذي طبق الدعوت والانس والجن. سعی کنین دیگه انبیا که بودن تنها به قوم خود فرستاده میشدن، ولی محمد صلی الله علیه و الذي آن محمد طبقت که شامل شد دعوت و دعوتش الانس والجن، طبقت شامل شد تمام انسانای روی زمین، جنیات. این میاله که 8 میلیارد انسان، یعنی 8000 میلیون انسان است تقریبا در روی زمین،
و چقدر دیگه میان میلیون هزاران میلیون انسان دیگه که میاد تا روز قیامت. پیامبرشان کی است؟ محمد صلی الله علیه و سلم. کسی را قبول نکنه کافر است. اگر امریکایی است قاری امریکا، اگر استرالیایی است، اگر اروپایی است، اگر آسیایی است، افریقایی است، هر انسانی با هر رنگی که در جای دنیا است. الله دعوت ازیرا برای تمام انسان و جنیات فی المشارق و المغارب، در شرق های زمین، غرب های، شرق زمین روس باشه، چین باشه، غربش امریکا، و کل دنیا الله ایرا فرستاد. صحیح کنید. ایران ما کسی بگوید که دعوت پیامبر رسالتش به کل دنیا نیست، یا میمانش میره. و کلهم و تماماً کما قال الله تعالی، مثل که الله متعال میفرماید. صحیح کنید. و ما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. کل انبیا به توحید دعوت داده، توحید در عبادت و اطاعت. و ما ارسلنا ما نفرستادیم، روان نکردیم. الله میگه من قبلك پیش از تو ای پیامبر، ای محمد. که آخری پیامبر میگه ما نفرستادیم پیش از تو من رسول کدام پیامبری را الا فرستادیم، یعنی در هر قوم فرستاد بود. خود نوحی الیه، ما وحی کردیم، دستور صادر کردیم، قوانین الیه به طرفی پیامبر که انه لا اله الا انا فاعبدون. که شأن گپ مهمی است که لا اله نیست حقدار عبادت و بندگی، خدا و معبود نیست الا انا، مگر فقط ما هستم، یعنی فقط ذات مرا چی کنین؟ فعبدونی، فقط مرا عبادت بکنین، ذات مرا رکوع سجده، از ما مدد بخواین، حاجت روا مشکل کشا مرا بدانین و فقط از قانون و نظام ما اطاعت کنین. سعی کنین دوستان، 1,24,000 پیامبر کم و زیادی که الله روان کرده، یعنی بیش از 1 لک، کلشان امی چی بوده؟ دعوتشان با چی بود؟ توحید در عبادت، که فقط الله را عبادت اطاعت کنین و با طاغوت چی شوین؟ کافر شوین. از طاغوت و قوانین کفری و انسانایی که با اطاعت عبادت خود مردم دعوت میتن، از اونا دور شوین، با اونا کافر و بیزار شوین. کل انبیا به می خاطر فرستاده شده. این گپ نو نیست، این گپ آخری نبی نیست. تمام انبیا می گپ گفتن. دین همه انبیا عقیدهشان یکی بود. الحمدلله. الله ما شما را مثل عقیده انبیا عقیده ما را بگردانه. سورة انبیا 25. سورة انبیا که میگم داخل قرآن که بنین سوره ها نوشته از انبیایی باز میفهمید. وقال تعالى في هذه الآية الكريمة، سيكون الله متعال داري آيام ميجا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. بدون شک ما فرستادیم در هر امت پیامبر را، در هر امت، در هر قوم. ان یعبدوا الله کلمه گپی بود که عبادت الله را بکنین، تنهایی، واجتنبوا الطاغوت، از طاغوت چه کنین؟ اجتناب کنین. الله میگه این دستور ما، فرمان ما بود. امر بود به عبادت الله، نهی بود از عبادت غیر الله. امر بود به اطاعت از قانون نظام الله، نهی بود از قانون منع کرده بود الله از قانون و نظام غیر الله که طاغوت است. فکیف یسوغ لاحد من المشرکین. سعی کنین بازی می چه قسم جایز است از برای یکی از مشرکین. ابن کثیر میگه بعد هذا، بعد از این گپ یعنی چه قسم برای جایز میشه ای یقول که بگوید لو شاء الله ما عبدنا من دونی من شیء، اگر الله میخواست ما عبادت نمیکنیم به غیر الله کدام چیزی را. خب مشرکین میگفتن امی که ما غیر الله را، بتای ما را، خدای ما را و رهبرای ما را عبادت میکنیم، در این رضایت الله است. خب این تو میگفتن اگر نمی بود چرا الله ما را مانع میشه؟ اگر الله میخواست ما عبادت نمیکنیم، و مشیتش است. سعی کنین دوستان که مشیت و رضای الله است. خب یک مشیت و اراده الله است، شرعی است. یکی هم مشیت و اراده چی است؟ تکوینی الله است. و یکی هم رضایت الله است. مشیت و اراده الله در هر چیز است. خب بدون اراده الله انسان هیچ کاری را کرده نمیتونه. اما اگر مشیت و به معنای رضایت بگیریم، الله با کفر و عبادت کافر هیچ وقت راضی نیست. فمشیت الله شرعی عنهم منفیت. سکن اراده الله تعالی که شرعی باشد از اینا منفی است. یعنی الله از اینا نخواستگی شرعان که شما بین غیر الله را عبادت بکنین. یا میگه لو شاء، اگر الله میخواست ما عبادت نمیکنیم. الله نمیخواد بیزو. الله اینو نمیگه. یا مشیت با معنای رضایت میگرفتن. میگه الله راضی است که ما را چیز نمیگه. چرا اینجا کتابتان میگه فمشیت الله تعالی الشرعیت عنهم منفیت. مشیت الله متعال که شرعی است یا منفی است، نفی شده، وجود نداره که الله شرعا راضی باشه. چرا؟ لانه نهى من ذلك على السن رسوله. زیرا الله متعال منع کرده اینا را، نهی کرده از اینمی عبادت
غیر الله به زبان انبیاشان. به زبان انبیا بیان کردن کتاب‌های آسمانی به می خاطر آمد که شما غیر الله را عبادت نکنید. و اما مشیت الکونیه و هی تمکین من ذلك قدرا فلا حجت لهم فیها. گوش کنید دوستان، به هرچه مشیت و یعنی رضایت کونی که یعنی الله یک چیز میخواد که این کار شود، یعنی به کسی قدرت میده، کونی که به کسی اقتدار میده یا اقتدارش سلب میکنه، کوچی است اقتدار دادن و یه تمکین قادر ساختن از اینا، توانایی دادنشان من ذالک به کار قدرن از نگاه تقدیر که الله برای از اینا قدرت دادگی توانایی دادگی، فلا حجت لهم فیها. اینا دلیل ندارن در این باره. چرا دلیل ندارن؟ به خاطر لانه تعالی خلق النار و اهلها من الشیاطین والکفر. الله آتش پیدا کرد، جهنم و اهلش از شیاطین و کافرها پیدا کرده و برشان قدرت دادگی. اگر انسان الله قدرت نده خب از عمل کرده نمیتونه. و هو لا یرضی لعباد الکفر. الله راضی نیست به بنده خود کفر را، کافر شان. در قرآن میگه ولا یرضی لعباد الکفر. اما ارادهش که قدرت دادن است، یک مشیت کونیش به معنای اقتدار دادن. این در چیز است. اگر الله متعال به ما شما قدرت نده به اعمال خیر هم نمیتونیم، به اعمال شر هم نمیتونیم. مثل که در قرآن میگه و ما تشاءون الا یشاء الله. شما اراده نمیتونید مگر که الله اراده بکند. الا یشاء الله رب العالمین. نه الله که ارادهش با اراده انسان یک جا شد، انسان عمل انجام داده میتونه، غیر از اونی. خب به این بار انشاءالله بعدا هم باز تفصیلات زیاد اراده و مشیت الله چطوره. اما میخواد گفتیم که یک مشیت اراده شرعیش هست که یعنی که الله از اینا بخواد، یعنی این منفی است، الله این رد کرده. یک کونی که اقتدار دادن و قدرت دادن است، اراده الله این را به هر کس دادگی است و این حجت برای کافر شدن میتونه که الله به ما قدرت داد که خیرام بکو، کار خوبم بکو، بدم و شرکام میتونی کده، توحید هم انجام داده میتونی. وی برم مشرک شد بگه این الله ازی راضی بود. نه، در الله تعالی اهل آتش پیدا کرده، آتش و اهلش و راضی نیست به بندای خود کفر. ولو فی ذلک الحجت البالغ. برای الله در این کار دلیل کامل است، دلیلی که به انتهای قوت خود رسیدگی و هیچی برای کافر دلیل شده نمیتونه. کافر بگه چرا الله مرا منع نمیکنه. اگر شک کنه اگر کافر یا اگر انسان گناه کنه الله رو مانع شونه، به زور او کسی گناه کرده نمیتونه. والحکمت القاطع. و حکمت الله قاطع است، یعنی یقینی است. ثم اینو که پس کنین که الله متعال یعنی همه را به عبادت و اطاعت از قانون خود و انکار دور شدن از قوانین کفری دعوت دادگی همه انبیا را. و اینی میره ایمان گفته. اگر کسی ایمان داره خوب نداره مؤمن نیست. ثم اینو تعالی قد اخبر انه انکر علیهم بالعقوبة فی الدنیا بعد انذار الرسل. سعی کنین باز میگه ببین الله تعالی خبر میده که انکار کردگیش با بالای می رد کردگی با بالای مردم بعد عذاب در دنیا. الله گفت ما اینا رو در دنیا عذاب میتیم بعد از اینکه انبیا رو روان کرده. و می خاطر چی میگه؟ و می خاطر میگه فمنهم من حد الله و منهم من حقت علیه الضلاله. فمنهم بعضی از این انسان ها کسایی بودن حد الله که الله اینا رو هدایت کرد. یعنی چی مانا؟ هدایت اینا طلب کردن، قبول کردن، الله هم هدایتشان کرد. زیرا چیزی حق بخوای الله برات میته. و منهم من حقت علیه. بعد اینا کسایی بود که ثابت شد به برای گمراهی و کفر، یعنی قبول نکردن، الله کفر سرشان ثابت ساخت. سورة النحل آیت 36. یعنی کسی که قبول نکنه کفر سر ثابت میشه باز ایمان نمیاره، این عذاب الله هست. کلانترین عذابی است که کسی ایمان نبیاره، این برای میشه به آتش میمانه. قلت وهذه الآية تفسر الآية التي قبلها وذلك قول فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلال. میگه این آیت که تفسیر میکند آیتی که پیش از این تیر شدگی است. وذلك قول و میگه کدام ایمیاتی که ولقد بعثنا فی کل امة رسولا ان یعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. این تفسیر آیت و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وذلك قول میگه سخن که است الله فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت علیه. با کسی بعد از یا کسایی بود که هدایت کرد الله اینا رو، بعدشان کسایی بود که گمراهی رو بالشان چی کرد؟ ثابت ساخت. فتدبر فکر بکو. خب الله متعال یعنی این را بیان کرد که همه انبیا را ما به می خاطر فرستادیم که عبادت اطاعت فقط از الله شد. و دلت هذه الآية على أن الحكمة في إرسال الرسل دعوتهم أممهم إلى عبادة الله وحده. سيكون میگه این آیت دلالت میکنه که حکمت از فایده و حکمت چیست؟ فایده دلیل فی ارسال الرسل در ارتباط انبیا که الله انبیا روان کردگی چیست؟
دعوتهم دعوت دادن انبیاء، دعوت کردن انبیا بود امم و امتای خدا را الی عبادت الله وحده، به عبادت از ذات الله و قانون الله و تنها الله را عبادت بکنیم و اطاعت قانونش بکنیم. و نهی عن عبادت ما، و منع کردن مردم از عبادت ما سوای الله، بغیر از الله را عبادت نکنین، رکوع سجده و مدد نخواین و قانون غیر الله را اطاعت نکنین. و ان هذا و دین الانبیاء والمرسلین، اینی دین کل انبیا و پیامبران است، فرستاده شدگان است. دین کل انبیا چی بوده؟ که غیر از الله دیگه کسی را عبادت نکنید. و این اختلاف شریعت هم، اگر که مختلف بوده شریعت، قانون شریعت قانون هم میگه، یعنی قانون زندگیشان در زندگی اجتماعی سیاسی اقتصادیشان فرق میکرده، اما در عقیده همهشان یکی بودگی است، همه یکی بودن. کما قال تعالی میگه، مثل که الله میگه لکل جعلنا منکم شرعة و منهاجا، لکل برای، یعنی کل امت برای هر قوم جعلنا ما مقرر کردیم الله منکم از شما انسانا شرعتا شریعت منهاجا راه کلام، منهاج یعنی امو مسلک میگه طریقه عبادت، شریعت قانون، یعنی برای هر یک از شما از قانون خاص الله میگه ما روان کردیم، منهج و مسلک خاص روان کرده. خب البته یک منهج میشد، یک شریعت قانونی که الله نازل بسیار مخلوق بره. مثلا تورات به بنی اسرائیل بود، چقدر بنی اسرائیل بلکه میلیون نفر آمد به او فیصله میکردن، تا اینکه انجیل الله روان کرد با زور کمی تغییرات آورد، تا اینکه محمد با آخری پیامبر قرآن روان کرد که برای کل دنیا است دیگه. و انه لابد فی الایمان من عمل القلب والجوارح، دیگه ضروری است برای ایمان عمل قلب والجوارح، عمل کردن یعنی به دستها در ایمان، یعنی قلبا ای قبول بکند، عمل بکند قلبش با شرک و یار بیزار باشه، جوارح توسط دستای خود عمل کنه، یعنی احکام اسلام عملی کنه. و چقدر که انسان که عمل کنه ایمان زیاد میشه، چقدر عملش توسط اندامایش بدنش کم شود، ذکر و اذکار عبادت و اطاعت، همون قدر ایمانش ناقص میشه و ایمان یزید و ینقص، زیاد و کم میشه دیگه. الله متعال به ما شما توفیق عمل نصیب کنه دیگه. بعد از این و قولی تعالی و قضا ربک لا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا، این ادامه میتیم دوستا. دست ما شما تا اینجا بس است، موفق باشین، الله توفیق عمل نصیب کنه که فقط از نظام الله است، هر بخشش اطاعت کنیم، آقا نظامای غیر الله را رد بکنیم و مردم به نظام الله و عبادت الله دعوت بدیم، از گناه ها و انواع گناه نظامای کفری مردم بترسانیم. صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.